سلام، این کوها و این دره شمخاله. بریم با هم ببینیم دره شمخال کجاست و چجوری میشه رفت دره شمخال. برای رسیدن به دره شمخال شما باید برید به روستایی به همین نام به نام شمخال که در 70 کیلومتری جاده قوچان به باجگیران قرار داره. دره حدوداً 18 کیلومتر طول داره که از روستایی به همین نام شروع میشه و 18 کیلومتر بعد تو اراضی درونگرد جاده قوچان به سمت درگز ختم میشه. خب میاید روستای شمخال. داخل حیات روستاها اکثرا پارکینگ هست. ماشین رو میذارید که بسیار انسانهای معتمد، منصف و مهربونی هستن. یه 100 متر بعد از روستا این چشمه آب وجود داره. آب به اندازه 2 ساعت پیاده روی بردارید. در فصل شهریور و مرداد آب کمی پایین تر رفته و تا رسیدن به آب و چشمه های آب حدوداً 2 ساعت شما پیاده روی لازم دارید. تا این باغ حدوداً تا تراکتور و نیسان هست که از داخل روستا میتونن شما رو تا اینجا بیارن. به این درخت‌ها که رسیدید، نیزارها رو که دیدید، یعنی که چشمه‌های آب داره شروع میشه و شما یه چند قدم که جلوتر برید با این صحنه و این چشمه‌های پر آب روبرو میشید. ببینید از در و دیوار، از هر نقطه‌ای رو که شما نگاه میکنید چشمه‌های جوشانی هست و آب روانه میشه. کم کم حجم آب اضافه میشه و دره پر از آب میشه. جالب اینجاست که نام شمخال نام یک اسلحه قدیمی هست که در بین قدیمی ها مرسوم بوده. این نام دره پر آب میشه و از پیاده روی داخل دره لذت ببرید تا برسید به حمام. حدود 10 کیلومتر که ادامه بدید به حمام میرسید. اونجا مکان خیلی خوبی هست برای شبمونی، استراحت و حالا بستگی به نوع برنامه‌تون. اگه برنامه‌تون یک روزه بود، ظهر رو میتونید حمام باشید و بعد مسیر رو ادامه بدید تا از درونگر خارج بشید. اگه برنامه 2 روزه بود، حتما شب و اینجا توی لوکیشن حمام همین قسمت بمونید، اینجا لذتش رو ببرید و فردا صبح از این قسمت به پایین دوباره ادامه مسیر بدید. ببینید آب با مداومت و ممارست تونسته بود توی سنگ هم مسیر خودش رو باز کنه و راه برای خودش باز کنه. همیشه تو کارتون ممارست داشته باشید، صبر داشته باشید و ادامه بدید. بریم برای آشپزی و یه نهار خوشمزه. به به، واقعا تو این ویو، تو طبیعت آشپزی کردن یه چیز دیگه است. لذت بردن از آشپزی کردن، غذا خوردن تو این محیط و استراحت بعد از غذا چقدر میچسبه. به به، ببینید و فقط لذت ببرید. بفرمایید، شما بفرمایید با ما نهاری بخوریم و بعد از نهار ادامه مسیر رو بدیم. شب همونجا استراحت کردیم، صبح ادامه مسیر رو میدیم به سمت پایین. برنامه‌ای که بعد از حمام هست، اگه حجم آب بیشتر باشه یکم مسیر سخت‌تر میشه، چون در حدوداً 2 نقطه و 2 قسمت نردبون‌هایی رو زدن که برای پایین رفتن و بالا اومدن باید از اونها استفاده کنید. سخت نیست، آسونه، همه میرن، شما هم میتونید قطعا ادامه مسیر رو بدید و زیبایی ها بیشتر و بیشتر میشه تا وقتی که بخواید از این قسمت از انتهای دره خارج بشید. پیشنهاد من شروع از شمخال و خروج از درونگر هست که بتونید همه دره رو ببینید و لذت ببرید. و اگه اهل شنا کردن و آبتنی هم هستید، حتما استفاده کنید، شنا کنید و از این سفرتون لذت ببرید. حوضچه‌های کم عمق و عمیق رو میتونید توی مسیر پیدا کنید و از آبتنی زیر نور خورشید و هوای دلنشین دره، بخصوص تو تابستون، لذت کاملش رو ببرید. و در تمام طول مسیر رودخونه مسافر همیشگی دره شمخال است که گاهی هم صابخونه میشه و از طبیعتگردا پذیرایی میکنه. 3 تا رودخونه شارک، دوربادام و شمخال از این دره میگذرن که هر کدوم از اینها باز یک سایت تفریحی دیگه است. دوربادام فوق‌العاده زیباست، شارک هم بی نهایت زیباست که حتما باز بهتون معرفی خواهم کرد. حتما برنامه‌ریزی کنید برای سفر به شمخال، سفر به این دره زیبا که بیشک میشه گفت یکی از زیباترین دره‌های کشور عزیزمون ایران است.
برای رسیدن به دره شمخال اول باید بیاید قوچان برسید. اگر استان خراسان هستید رسیدن به قوچان که کاری نداره. اگر از شهرهای دیگه میایید اول مشهد و بعد هم قوچان و بعد هم دره شمخال. این باغ مکان شبمانی هم داره.